دادگاه ولایت مختار کوهستان بدخشان 6.5 سال حکم زندان طاهر عبدالبیکوف یزنه یکی از لیدرهای غیر رسمی این ولایت عرض وزیربیکوف را به تغییر گذاشت. بنا به اطلاع رادیوی آزادی، بررسی شکایت طاهر عبدالبیکوف رئیس سابق دوره کمونالی شهر خاروغ و سابق وکیل مجلس ولایتی روز 15 مارس سال 2023 پس درهای بسته گذشت و بجز از وکیل دفاع یگان نفر از خویشاوندانش را به مرافعه راه ندادند. دادگاه شهر خاروغ ماه دکمبر سال 2022 عبدالبیکوف را با جرم افراطگرایی و فروش محصولاتی که به طلبات بخطری جوابگو نیست به 6.5 سال زندان محکوم کرده بود. خود عبدالبیکوف این اتهام را بی اساس دانسته بعد قرار حکمش خطاب به دادرس دادگاه شهر خاروغ گفته بود: مرا گفت سود کردید. یکی از پیوندان طاهر عبدالبیکوف به ذکر نامش روز 7 مارس به رادیو آزادی گفت: تمام حجت‌ها را برای اثبات بیگناهی او پیشنهاد کردیم، ولی نه تنها آزاد نشد بلکه دوره ادای جزا را پایین نآوردند. نمایندگان دادگاه ولایت مختار کوهستان بدخشان این قضیه را تا حال شرح ندادند. طاهر عبدالبیکوف شوهر خواهر عرض وزیربیکوف رئیس سابق ژکخ شهر خاروغ و وکیل سابق مجلس ولایت مختار کوهستان بدخشان که وقتهای آخر به تجارت مشغول بود در خاروغ چند مغازه داشت. ماه نوامبر سال 2022 دستگیر و بلافاصله به افراطگرایی و یاری رساندن به اعتراضگران خاروغ عیبدار شد. بنا به اطلاع دریافتی، عبدالبیکوف را از جمله به آن گناهکار می‌کردند که گویا آش خدایی و دیگر معرکه‌های ماتم لیدرهای غیر رسمی کشته شده خاروغ از جمله آش خدایی محمد باقروف معروف به باقر، خورسند مزار و وزای رجبوف را داده است. اتهام دیگر ضد او همکاری و تماس با علیم شیرزمانوف، یک سیاستمدار مخالف زاده خاروغ بود. بسیاری‌ها پرونده عبدالبیکوف را به دادر عروسش عرض وزیربیکوف ربط می‌دهند. وزیربیکوف یکی از رهبران پرنفوذ دیاسپورای پومری‌ها در روسیه دانسته می‌شد. در پایان ماه ایول سال 2022 در فرودگاه دمدیدوف شهر مسکو دستگیر گردیده به دوشنبه آورده شد و در اول ماه نوامبر به 16 سال زندان محکوم شد. تفصیلات حکم او تا حال رسما نشر نشده است، ولی بنا به اطلاع غیر رسمی دادگاه او را به افراطگرایی، دعوت به سرنگون کردن حکومت و از خود کردن کمک‌های خیریه گناهکار شناخته است. خود عرض وزیربیکوف در دادگاه این اتهامات را رد کرده است. حامیان حقوق مقامات تاجیکستان را به استفاده بیش از حد نیرو به ضد اعتراضگران و گاوسود کردن دستگیر شدگان عیبدار میکنند، ولی مقامات میگویند ولایت مختار را از گروه‌های متشکلانه جنایتی که گویا از سازمان‌های ممنوع تروریستی در خارج برای تشکیل ناآرامی‌ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان دستور گرفته بودند تازه کردند.